چرا و چطور؟ این پرسش نه بررسی جامعه شناسی دارد و نه فرهنگی. طرح بحثی است که اگر جنبش کارگری، تشکل‌های کارگری، جنبش دانشجویی و جنبش زنان پاسخ درست آن را پیدا نکنند، باز هم طبقه زالو، راست برانداز منفور، چپنماهای اپورتونیست های ذوب شده در فمینیسم بورژوازی، خود مارکسیست نامیده ها، خود کمونیست نامیده ها و اصلاح طلب های تشنه قدرت سرکوب باز هم سوار بر موج اعتراضات شده و آنها را از مطالبات بر حق ستمدیدگان، یعنی نان، کار، مسکن، آزادی توهین می کنند. مرضیه طاهریان، کارگر 21 ساله نساجی کبیر سمنان، در 16 آبان 1400 گیر کردن مقنعه حجاب اجباری در محل کار در دستگاه باعث آسیب دیدگی در مغز و مرگی در سکوت می شود. حتی به بیمارستان منتقل نشده و در اتاق بهداشت کارخانه بر اثر خفگی جان خود را از دست می دهد و این چیزی نیست مگر قتل عمد. نه قیامی شکل می گیرد، نه نامش و نه تصویرش بر روی بیلبورد می رود، نه شعاری برایش ساخته می شود و نه لحظه به لحظه خفه شدنش بر اثر حجاب اجباری در سوشیال میدیا مخابره می شود و نه حتی یک هشتگ. مهسا یا ژینا امینی در یک سفر توریستی به تهران سرکوبگران پاسدار سود پولدارها به خاطر 2 تار مو با ضرب و شتم و دستگیری به او خوش آمد گفته و او را به قتل می‌رسانند. قتل مهسا به روی بیلبوردها در مراکز پایتخت‌هایی مثل لندن، نیویورک که هزینه اجاره آنها نجومی است رفته و خشم‌های فروخفته ای را در ایران دامن می‌زند. هم مهسا هم مرضیه هر دو 21 ساله بودند. هر دو به خاطر پوشش اجباری به قتل رسیدند. چطور و چرا یکی می شود قیام و یکی سکوت؟ آیا طبقه کارگر، جنبش کارگری، تشکلات کارگری حتی اطلاعیه‌ای در رابطه با قتل عمد مرضیه منتشر کردند؟ آیا تظاهراتی را سازماندهی کردند؟ در حالی که در قیام 401 که برخی قیام ژینا یا انقلاب زن زندگی آزادی و یا جنبش زن زندگی آزادی مینامند، تشکل‌های مختلف کارگری از آن حمایت کرده و همچنان شعار زن زندگی آزادی مزین خاتمه اکثر نوشتارهای آنان است. بر این باور که شعار زن زندگی آزادی شعاری در خدمت بورژوازی بود و هست که برخواست برحق معیشتی مردم توانست سرپوش گذارد و بسیاری خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا غیر به آن دامن زدند، باید بسیار هوشیار بود که باز هم اصلاح طلب‌های تشنه به قدرت سرکوب و انواع و اقسام مزدورهایشان از مسیح علی نژاد منفور تا اینترنتی های معلوم این بار لخت شدن را مدل مبارزاتی قرار ندهند که در این صورت باید اجساد گرسنگان را با کامیون از خیابانها جمع کنند.